فیلیالی مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد شهر خوجند فعالیت خود را سال جاری از روی 20 اختصاص راه اندازی نموده است. سال دومی فعالیت فیلیالی دانشگاه است که دانشجویان طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فیلیالی دانشگاه را انتخاب نموده و می‌خواهند در اینجا تحصیل خود را به راه مانند. به گفته آموزگاران فیلیالی دانشگاه سال از سال تعداد خواهشمندان و داوطلبان با فیلیالی دانشگاه بیشتر شده است که این از نتیجه زحمت‌های ریاست دانشگاه و فیلیال‌های آن به شمار می‌رود. باعث خرسندی است و سرفراز است که داوطلبان توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجت‌های خود را سپاریده و به نام دانشجویی مشرف گشتند و در مرحله اول 80% دانشجویان توانستند فیلیالی دانشگاهی بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد شهر خوجند به نام دانشجویی مشرف کردند. فیلیالی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد شهر خوجند برای صاحبکسب نمودن دانشجویان تمام چاره‌های ضروری را عملی نموده است. صنفخانه‌های برهوا، کابینت‌های فنی و دیگر انشاءات‌های یاری رسانه که می‌تواند برای صاحبکسب شدن دانشجویان زمینه گذارد مهیا کرده شده است. فیلیالی دانشگاه در برابر آنهایی که پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه داخل می‌شوند، همزمان ادامه تحصیل را نیز در زمینه‌های ماجستراتورا و دکترانتورا به راه مانده است. پس از ختم مکتب میانه میتوانند حجت‌های خود را البته پیشنهاد کنند طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان البته گذارند و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل و برای مشرف شدن برای گرفتن معلومات دوم نیز زمینه ماجستراتورا نیز در ما فعالیت میکند، زمینه دکترانتورا میتوانند حجت‌های خود را سپارند. در سال اولی فعالیت خود فیلیالی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد دانشجویان را از روی 10 اختصاص قبول می‌نمود. حالا باشد با فراهم آمدن شرایط مساعد و امکانات سازگار قبول دانشجویان را از روی 20 اختصاص به راه مانده است. محض اختصاصی قابل توجه است که سال جاری اکثر داوطلبان فیلیالی دانشگاه در ولایت سوغد را انتخاب نموده می‌خواهند در این مؤسسه تعلیمی تحصیل نمایند. در زمینه‌گذاری و فراهم آوری شرایط کاری در فیلیالی دانشگاه نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان نظر از محسوب می‌یابد. امروز برای من روزی فرح‌بخش و خاطرمان محسوب می‌یابد چون که توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به حیث دانشجو به اختصاص اودیت و ریویزیا فیلیال دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد شهر خوجند قبول گردیدم. سرآغاز سپاسمندی خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان بیان می‌نمایم که چون فیلیال دانشگاه را در شهر خوجند تأسیس دادند، من اکرم و صبرینه خان همچون دانشجوی فیلیال دانشگاه فیلیالی تصمیم گرفتم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده آن بورسیه‌هایی که برای دانشجویان جدا کرده می شود سهم گذار باشم و چون متخصص در پیشرفت رشد اقتصادیات و اجتماعی کشور سهم نظررس خواهم گذاشت. باعث افتخار و فرحمندی است که من علویردی فتانیار مهمانعلی خط کننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 شهر خوجند توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اختصاص کاری بانکی فیلیال دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد در شهر خوجند به حیث دانشجو قبول گردیدم. از این لحاظ منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان می‌رسانم که توسط دانش خودم به طرز شفاف و عادلانه به فیلیال دانشگاه داخل گردیدم. فیلیالی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد یکی از مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی با نفوذ در ساحه سیاحی و صاحبکاری به شمار می‌رود. ختم کنندگان این بارگاه تعلیمی در آینده می‌توانند همچون منیجرهای شرکت‌های کلانترین، راهبران شرکت‌های وطنی و خارجی، سروران مسائل سیاحی تاجیکستان، صاحبکاری و خدمات کار و فعالیت نمایند. گزارش شمس نوروزов و سبحان عادلجانов برابر اطلاعات امروز